اول خو ایالات متحده آمریکا که رئیس جمهورش دونالد ترامپ است یا کشورهای قدرتمند جهان فعلا مصروف فلسطین هستند، مصروف شرق میانه هستند، مسئله اوکراین مد نظر است. بله. افغانستان حالا در سرخط تصمیمان نیست. افغانستان از طرف دیگه آقای ترامپ یک بزنسمن، کجا پول بیشتر است، کجا تجارت بیشتر است حاکم میکنه. بدون شک ماشاءالله آصف منیر رئیس ارتش پاکستان 3 مرتبه به آمریکا سفر کرده، استقبال شده. نخست وزیر پاکستان هم 2 مرتبه سفر کرده، استقبال شده. بدون شک امریکایی‌ها پشت سر پاکستانی‌ها هستند. بله. اما به جنگ در این منطقه من میگم که ما به زور آزمایی به جایی نمیرسیم. باید برای تفاهم و برای صلح راه حل پیدا کنیم. اگر ما بگوییم که ما با آمریکا جنگ میکنیم که پاکستان به نیابت آمریکا جنگ میکنه، نه اونقدر نیست. ما اونقدر توان داریم و نه آمریکا علاقمند است که فعلا در افغانستان گامی را برای صلح و صفا بردارد. بله. پس فکر میکنین که گفته های آقای ترامپ بیشتر از این که جنبه عملی داشته باشد در به خاطر حل چالش افغانستان پاکستان، بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته باشه؟ ببینید آقای ترامپ پیش از اینکه به قدرت رسید گفت که من به قدرت برسم به ظرف 3 روز جنگ اوکراین ختم میکنم. په 1 سال ختم نتونست. دقیق. بنان یگان رئیس های جمهور یگان گپ میزنه، یگان گپ میگه. حالا دیروز رفت مسئله کامبوچ و ویتنام جنگشان حل کرد، بینشان امضا کرد، با حالا به ژاپن میره و اونجا کره جنوبی میره. درست. ترامپ بازی اقتصادی داره، تحریمات اقتصادی وضع میکنه. باز تکرار میکنم که ترامپ فعلا نه در افغانستان تصمیمی داره نه در مورد افغانستان بحث میکنه.